سروده است از مهدی سهیلی بر وزن در ستایش خدا و نعت رسول اکرم به نام فورستان. میگه منت تریاک را من وقل که کشیدنش آفت غیرت است و به دود اندرش علاج همت. هر کششی که فرو می رود مضر حیات و چون برمی آید مخرب ذات. پس در هر کششی دو نشأه موجود است و بر هر نشأه چرتی واجب. از دست و زبان که براید که از عهده چرتش به در آید. اعملوا آل وافور چرتا و قلیل من عبادی الغیور. بنده وافور همان بهتر است روی به تسلیم و رضا آورد. اونم بگیر روی به تسلیم و رضا آورد، ورنه اگر شد قدغن کشت اون روی خماری به کجا آورد. آفت غیرت لاکتابش همه را رسیده، دود نشعه بی حسابش همه جا کشیده. خشته که شلوار نشگان را به خمار و فاحش بدرد و سوخته شیر کشان را به بهای نازل بخرد. ای خماری که پای منقل فور لذت و عالم دیگر داری، کی ز هجدان خود شوی نشعه تو که با لوله ها نظر داری. فراش دودکشان را گفته تا فرش تریاکی رنگ بگستراند و حامی منقلیون را فرموده تا زغال سینه کفتری در زیر خاکستر بپروراند. چوبش را به خلعت وافوری قبای نقرگون در بر کرده و حقه ها را به قدوم موسوم دود سوراخ تنگ بر وسط نهاده. در خبر است از سرور منقلیون مفخر خماریون مظهر ناخوشان صفت تنلشان آمیزمن وافور منقل الله الی که غیور خمار ضعیف نحیف لعین لعیم خبیث کثیف. که یکی از نشگان خشخاشکار خاکستر شعار دست انابت به امید علاج غیرت به درگاه تریاک جل منقله بردارد، تریاک در وی اثر نکند. بازش بکشد باز کیف ندهد، بازش به تضرع و خماری بکشد، تریاک علاج الفورین فرماید یا منا قلتی قدما یلتب عبد لیس له غیرتی فقط نشأت الله. یعنی ای منقلهای من به تحقیق مایل شدم، چون بنده ام غیرت ندارد پس به او نشأه دادم. کرم بین و الطاف منقل پرست دهد در ره فور هرچی که هست.